بابایشان خداوند شما رو نگه دارد و وقتی که با عائلت همخوابگی میکنی در تنت لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو و بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنت بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها کتی نماز خوانی می شود با احتیاط که یگان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال بیاد. او دادر از تو هم بروک هم کرتو کتی نه چه خواه میرید. یک آدمی ساده خدا رحمت کنه، یا آدم ساده بوده چند بعضی کتاب ها همین اصل مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستند، خدا رحمتشان کنه. در بالاش ادیال گرفته، گفته کسی اگر در بالاش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطع همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. بس این کدام ماده میشه گفته حضرت زنده باشه سلام بندیم گو آخه این دادری عزیزی ما با کرتو برو چه کامر اقتی زند نه لباسکات خوشرو که هست هم یا ازار تپوش پوش خوب در وقتی خواب کنه هوایی هم کشون ترحمو کار بارد که بود شد من تپوش خوارم دران ندارد این آیا خیلی جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من انشاءالله نشانه خوبیشان هست خداوند نگهشان دارد غم اسلام شانو میخورن ترس دارن خوب هستین وقتی که خودت دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست میتونی بعد از خواب خستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز خوانی لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در کجا مقدارش رسیدگی است اگر آبی منی رسیدگی باشد سحر خیزی خاک شدگی است او رو به دست شک خاک شکش تازه است ناشسته هم نماز خوان میشود با که نداره داده بچه خوشرو در خانه اگر درتان قلف داشته باشد درتان قلف داشته از نیمه درون قلف داشته باشه کروچاک کنی خانه جا همخوابگی با کمپیراتان کتی قلفک داشته باشد داری جا کتی زنو زران دار کنی چه کم خوره یا خی و خانه خودو تحصیلی خودو تحصیل بشن پول میپرسیدن که تو راست گو به کی گشتی تو راست گو به کی تو رو کی بوسه کرد دیگه دختری سال یافتن ممکن نیست همه مینیوبکا همه پلافکا دیگه مورد صغیرات همه بیرون میگیره دیگه بابایشان خداوند شما را نگه دارد به سوال من حتما جواب گوید که من 10 ماه می شود که من با خود نیستم من سال گذشته آینه دار شدم زندگیم خوب بود ما یکدیگر را ناز می دیدیم ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا می شوی اگر جدا نمی شوی مادر تو نیستم کلی نگفتم که جدا می شد اگر نشوی آبتون میکنم نمانگی بارید هرچند والدینم فهماندن نفهمید این خوشتامونش قبول میکردن مرا مجبور کردن که سرته من 1 طلاق کردم مجبورا امهش گفت که نه 3 طلاق کن بعد 1 طلاق گفتم با 3 طلاق گفتم همین طلاق من چند طلاق هست 3 طلاق هست داده دیگه اون زن شما نیست جوانمرد باید طلاق نکنن اولش که دوستش می داشتی می کشتن طلاق نمی کردی خدا همه زنک یه شپلاق خود می زد کشتامونید خیلی مادر است یه شپلاق وقت نمی مردی آخی خوب اکنون که طلاق کردیم چون او یا طلاقش طلاق رجعی است این دویم طلاقی که بالا بکرد این 3 کردیم 4 تا شد 3 تاش طلاق زن از شما جدا شد 1 تاش در گرمون گناه نمیشته میشه بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید طلاق راه حل جنجال زندگی نیست طلاق عائله را ویران میکند شما را حسرتی میکند عصباتان خراب میکند بچه هاتان یتیم میکند خانه تان ویران میکند از مال و ملتان تقسیم میسازد بنابر طلاق راه حل نیست وضعی شوید خوب جنجال است عائلوی است شما خوشنامتان میدید مادر جان گیرم دختر تو بعد یا ماه میسته 2 ماه میسته خوب تا حوصلش بیتون باید روز میبیام اما من زنی طلاق سرتی ندارم باید این تو میگفتی
میزد تو هم نمیگفتی، پاشو موچه میکردی، دستاشو موچه میکردی. آدمای خیلی میگن یا بار پیش خر یا خر پیش بار. او کمپیر خوشدامانی بده خدا نگه دارم. زن چیزی خوبه میگن خوشدامانش در روش در گور. آدم خیلی خوشدامان میگن. گل به تاراج رفت خار بیمان. سعدی عبدالاسلام یه حکایه داره که وقت تنگه نمیگیم. خلاصه دادر از که عیبای خودت که طلاق کردی دیگر از کفای اون نگرد. او سه شده است، او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن، استغفار کن، پشیمانی کن، خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وی خانه‌داری کردم، دختر نبود، بیوه بود. حالا زندگی هم خوب نیست. من ویش رو ناز میبینم بابا جان چی کار کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان کن. آدم بچه خوب بودن. آخه این سوالا رو بیا خلوت کن. من نمازه اصلا میگه دیگه می سوالا رو اگه من چی میشه که من با نباری زنی بیوت گو خدا وقت دی اگه ای بیوگی و پروانه تو چم همین یه شب ببینم بیوه میشه دخترم که میگرفتی. صبر کن انشالله زندگی خوش رو کن ببینی محبت پیدا میشود. این محبت آهسته آهسته در زنا شوهری پیدا میشود. نکاح خود سبب محبت است. انشالله گودکدار که شدی امید دارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه و زندگی تا خوب رفتار میگیرد. بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر. انشاءالله خدا خیر بیناتان در الفت پیدا میشه، محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموش تو هم بیوه بودی و خیلی زن گرفتگی هستی بایم بیوه آدم ها زنی گودکدار میگن 3-4 بودک که بنابراین فتواها میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکنه و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزمها کل المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه، مهر $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر نه خیلی خوب. بعد هم خوابگی کی دختر نبرامد اینه بیوه برامد رنگ این دادر مباری همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگید شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دکتر رفته یگان دارو پاره کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروستان گمانی نکنید. نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسان در شب اول به جای آنکه زندگی شیرین کنن و من تو رو دوست میدارم میخوای گوید پول میپرسید یعنی تو راست گو به کی گشتی، تو راست گو به تو رو کی بوسه کرد. جوان مرد آوای پیش از آن که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی تو میگش کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایشی چی کار داری. شیعه با خیلی که زباشم طلاق کردم وار کنه این جنجال پیش من هر روز میبیاد تو چی کار داری و به کی میگشت نمیگشت. تاجیکای ما یک مقال داره اصل در تگی پای خود نلنگد پیش میلنگی نمیکاری تو نبود. آخه یه بود دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست. همه مینی یوبکا همه پلافکا دیگه مرده صغیره که همه بیرون میگیره دیگه. این است جامعه کم تو شد دنیای قرد دختر گفته عیبه میگه ولی شما را مگم که کریسیان خدا همه تا نگه داره خواهرهای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه. بنابراین دادر عزیز صبر کنید انشاءالله خدا خیر ثواب هم بگیرید. سیری همسرتان نبرار. خوب البته اینجا ما شما رو نمیدونیم کی هستی. خوب کردی که نامتان نگفتی دیگه من با نامتان میخوندم. سیری همسرتان نبرار. خود دان خدا زندگی کردن که بعضی بیوه هاست که از دخترات دیده خوبتر هستند از جهت اخلاق و از جهت آداب. انشاءالله خدا خیر برکت بیاره. خواهر دادر عزیز